السلام علیکم. همتون عزیز سلامت خانه باشید باشید. مادری من در خانه‌مون یگان کارمون رو مجبور نمی‌کرد. این کار باید کنین، این نکردین، این تکردین، اون تکردین. برعکس وقتی که می‌مونن که این کارمو کردگی نیستیم، خوشم گرفتن می‌کردن. حتی چی میگن؟ نمی‌گفتن که چای کارو نکردی. این چیز بود دل که می‌بخشین. نمی‌گفتن که کار چای میسو نکردین، این خیلی نکردین. می‌گفتن خوشم می‌کردن. بعد می‌گفتن اوچه جان ما رو نشون تین کار می‌گفتن که نگاه کنین، دکلاتون نویستمونین که در کارش دیگه جو که خواستین میکنین. در اوایل خیلی گپا نبود که ای تو شوهر کنی در خانه شوهر چیخه میکنی، پخته نمیتونی، ایتا نمیتونی، اوتا نمیتونی. نه شنیدیم ما از مادرمون. ما سه دختر کلان شنیدیم، ما خیلی نشنیدیم مادرمون. ای تو باید نون پخته کنی، تو باید ایتا کنی، اوتا کنی. نبود. لیکن همه کارا مو سه دختر شوهر کن در خانه شوهرمون تونستیم کردن. کودک مجبور کردن در کار نیسته. کودک میگه خوی نگاه کنی یا دیگه نخوای. آدمی که نخواهد کو انسانی که نخواهد او را هیچ مجبور کردن نمیتونه کاری که نخواهد کردن. انسانی که اگر خواهد کو کار یاد میگیره در کجا که در کار است هم کار میکنه. من از مادرم یاد گرفتم، اپا خواهرم هم یاد گرفتن. در خانه شوهرم کارو کردیم. یعنی کس من اخص خشتمان با پدر مادری من گپ ناجو اومدگی نیست. برعکس رحمت گفتگی که رحمت به دختری کلان کردگی دان. این معنی نداره که در خانه باید مجبور کنیم بوده که تو باید که تمام باید پخته بتونی، تو باید که تکنی تمام اگر پخته نتونی تو شوهر در خانه پیش میکنه. خیلی گپای چرا نگین گودکو گودکو باید نگین گودک با سیستم باید کار نکنیم باز زدن بچه کردن که تو باید نون باید پخته کنی. همون نگاه میکنه که مادرش نون پخته شده است، خمیر شده است، با کلاش قطعا کودک میگیره. من دوخ کشیر یک بار در مادرم دیدگی بودم. یک بار یه خشتمانم شیشتم خیلی کردم، دوغ بعد دستم کشیدم دادم. خشتمانم حیران شد که چقدر دوغ کشیده دخترای همسایت نمیتونن کشیدن. با چشمم دیدگی بودم که مادرم کردگی است. کردم چپاتی رو تمام در خانه مادرم پختگی نبودم. چپاتی در خانه خشتمان یک بار پختم. دیده بودم که چخ لو میچن چخ میپزن. خشتمان گفتم که لو چینین من میپزم. نه که چپاتی رو شوریدنشون دیگه بودم مادرم چخ میشوریدن. مادرم میشوریدن میفهمن که این خمیر چپاتی یعنی خمیر گردچین، خمیر فطیر، خمیر نون نه. از چشمم قدید دیگه بودم همش در ذهنم بود. ذهنی اون دختر تیز باشد که میگیره در کار کشید میپزن. مادرم حتی میگفت که هیچ وقت کودک باید مجبور نکنی. کودک نشون میدین نگاه میکنه یاد میگیره در کار کشید میکنه. یاد که گیری در جایی که خواست میکند، یاد که نگیری تو نخواست نمیکند هیچگاه. بله مادر احمدی ما هم همین گونه تربیت کرده بودن. چپاتی رو یکم مرتبه در خانه خشتمان پختم. دوم به دستم در خانه خشتمان کشیدم. شیربینی در خانه خشتمان پختم. آش پلوام اینچونین دیدگی بودم. نه که در خانه مادرم پختگی نبودم. یکم چی در خانه مادرم یوردم میکردم به مادرم. نونای میبردم میدادم میچسبوندم. خمیر مثل روز کردنش مثل که مادرم آب میورم میدادم که مثل که ترک کرده کنه خمیره یا که مثل که orada میبختن بعد میگفتن که بختگی orada وای کن برده چیزی گو میزو خالی کن میزو این خیلی orada میکردم یوردم چی مادرم بودم لیکن نونپزی چسباندن در دیگدان اجازه نمیدادن. تیار کردم میدادیم مادرم هم میسول یوردم میکردم لیکن چسباندن اجازه نمیدادن که شمال یوش هستن دخترک یوش هستین خطانه نگاه دارین که نسوزانین خطانه جایتونه چی نکنین. ذهن قطعی با ذهن نگاه کرده بودم لیکن برادری خوردیم قطعی پناهی خیلی یگان وقت так دیگلانчамон алово мекардем акам мара нишон даги нони майдаро часпонанша нони медаг майдаг ранги нунбой нун майдача акаям гуфтам ку парондаги буданшон 93 солам бародарам қайда каса нун мекардем ман аз медидам ягон пухтан бо маза мекардем каса шакароб карда мехӯрдем акам қайда як ҷоя бисёр мегаштем гуфтам шумо нони майдаро аз бародарам мондаги мемондам ки часпонам гирдачаро як бор модарам якта гирдачаро гуфта ҳавас дорӣ با یک بار چسبان با یک بار گیرده‌چرا یک تا چسباندم گفت تمام میتونی چسبونده خیلی جا استو با یگان وقت مادرم اجازه میدادن که نونای کندن نونای میکندیم این بردن نونای جابجا کردنده. بله چسباندن یک بار یادم هست مادرم گیرده‌چرا اجازه دادن که گیرده‌چرا قینه بستنش کنه یک بار اگر اول نشون دادن این خیلی نگاه کردم چسباندم گفت میتونی بچه‌م خیلی جا دیدونی مادر من شش تانگی بود خیلی نمیپختن خیلی چکدون نبود اما چکدگی که تندر نبود راستا خشتگی دیدن میکردن که تورش شدگی هم خیلی بود پیش تورش شدگی سه طرفش دیدن هم خیلی مادرم خودشون دیدن میکردن. مادری من دیگه دون کنم بودن دیدن میکردن در محل همسایه دیدنی رگی میکردن میتونی نه دیدنی ما خشم میکردن دیدنی کلان دیدنی خورد
دیدن خورد یگان مثال مهمانی میومد خونمون در مادر چی میگن فطیر میکردن خورد تو آب شکر آب میکردن برای مهمانی که اومده در آب میکردن دیدن چه میده آب میکردن میپختن میگشتن دیدن کلام برای کی نون بسیار برای اویلم کلام نکن نون بسیار دو باش سپش پخته میگشتن انا خیلی هموطنی عزیز فرزند هیچ باید تنبیه نکنیم ای تو که کار کردن نمیتونی باید بگیم که بچه‌م نگاه کن یاد میگیری برای خدا در کار میشه مادرم هم خیلی میگفتن که یادگیری برای خدا در کار میشه لیکن نمیمونن نگاه اونجا میدیدن که مثلا با ما خطر نیست مثلا اجازت است اجازه میدادن که خانم میگفتن از امتحان گذشتی ما که گیده چشش خانم بود تمام خیلی دیگه دوخکاشی را نفتگی بیا دوخکاش کشیدگی نبودن دیدگی بودم چپاتی هم بستگی نبودم خوش پلاو تمام کدگی نبودم که میدونستم دیدگی بودم مادرم چگونه آش پلاو میپختن بیش برنج همین گونه چیکاری که در خانه خشتار میکردم از مادرم دیده بودم یکی کردگی نبودم یگان تا گفتم که در چه باش چسباندگی بودم این خیلی یکی کردگی نبودم برای دخترای وای نکنید دخترای با مهر کلام کنین دختر در خانه پدر مادر مهر نمیگیره در خانه شوهر مهر نمیگیره با کی بچورم دختر مهر از دنیا میره به مهر میره از دنیا مهربانی کنید با مهربانی کردگیتان کو مثل این مرا مهربانی کردن پدر مادرم در پیریشو برگشته با نظر شما بودم کو در خانه پدر مادرم با شوهر زندگی کردن مهربانی کردن کو مهربانی کردگیتان با خداتون برمیگردد این وعده الله تعالی در سوره زلزله میگه کسی ذره نیک کنه میبینه کسی ذره بد کنه میبینه مهر با مهر کلام کنید پدر فرزندانتون با مهر با همون در پیریتون برگشته شما صاحب میشون انشالله صاحبی میکنن انشالله خب همینه به شما گفتم بودم همتون عزیز این دست آمد و خانه بود سر باشید